با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. یک برنامه داریم ضبط می‌کنیم به عنوان موسیقی و روانشناسی. دوستان، چیزی که در حال حاضر در زندگی‌های پرتلاطم و پردردسر اکنونی داره اتفاق میفته اینه که واقعاً انسان‌ها دارن اگزاست میشن، یک مقداری دارن روح انسان‌ها خسته میشه و ما احتیاج داریم یک مقدار بیشتری به موسیقی توجه کنیم. شما ببینید بچه‌های ما انرژی زیادی دارن و داخل آپارتمان‌ها، حالا اونایی که خیلی درس میخونن با درس مشغولن که اونم تا یه اندازه‌ای میشه تو درس به بچه‌ها فشار آورد. واقعا بچه احتیاج داره یه مقداری روحش هم استراحت کنه و روحش هم یک مقداری تقویت بشه. من خیلی اعتقاد دارم به این جمله که موسیقی غذای روحه و ما میتونیم بچه‌هامونو اون انرژی زیادی که بچه‌ها دارن و مقدار زیادش رو صرف یادگیری موسیقی کنیم و اینها رو بذاریم در زمینه موسیقی فعالیت کنن که دارای یک روح لطیف و یک روح انسانی بشن. متاسفانه در حال حاضر ذائقه موسیقیایی بچه‌های ما و شاید خود ما یه مقداری داره تغییر میکنه و اون موسیقی اصیل سنتی خودمون که ایرانی هست داره فراموش میشه. من تشکر میکنم از دو تا دوست و استاد بزرگم، جناب خدادادی و جناب استاد نجارزاده، که برنامه‌های خوبی در زمینه دستگاه‌های موسیقی دارن میسازن و خیلی هم استقبال شده و من خودم یکی از بیننده‌های پروپاگورس این برنامه هستم که بسیار به زبان ساده دستگاه‌های موسیقی رو دارن توضیح میدن. ببینید ذائقه موسیقیایی ما داره عوض میشه، حیف موسیقی سنتی ما داره فراموش میشه. مگه میشه که کسی موسیقی رو دوست نداشته باشه؟ ببینید الان چیزی که هست موسیقی ایرانی و سنتی واقعا یه موسیقی که تو دنیا هم یه مقداری خیلی اون طور که باید تبلیغ نشده و شناخته نشده، با اینکه ما واقعا اکثر سازهایی که ما در ایران داشتیم الان تو کشورهای دیگه از روی اون سازهای خودشون رو تهیه کردن. شما حساب کنید تار و ستار ما چقدر ساز از روی این دوتا ساز ساخته شده در کشورهای دیگر. ساز نی ما مادر همه سازهای بادی هست و میتونم بگم یکی از مظلوم ترین سازهایی که تو کشور خودمون الان قرار گرفته و مظلوم واقع شده. ما الان واقعا به جرئت میتونم بگم که خیلی دانشجو هنرجو در زمینه نی دیگه نداریم، با اینکه شاید بگم اکثر مردم دوست دارن صدای نی، چون واقعا نی صداش از آهی و از ته دل، از دم انسان میاد. خب پس ما میخوایم که در اینجا با کمک شما دوستان، کامنت ها و نظراتتون سعی کنیم از موسیقی به عنوان غذای روح استفاده کنیم و یک مقدار در آرامش گرفتن روحمون و انسان بودنمون و فرار از این همه دغدغه ها و زندگی های سخت کنونی بتونیم یه مقداری در این زمینه با هم دیگه صحبت کنیم و بتونیم یه مقداری یک هدف مشخص و یک راه حلی رو پیدا کنیم، مخصوصا برای بچه هامون. ببینید الان بچه های ما خب گرایش زیادی الان دارن، اونایی که دنبال موسیقی هستن، به گیتار و پیانو که واقعا دو ساز بسیار پایه
و اساسی هست و چون یک سازهای اینترنشنال است و در کشورهای دیگه هم اینها داره به هر حال استفاده میشه، خب بیشتر بچه‌ها دوست دارن سمت این برن، ولی نباید فراموش کنیم سازهای سنتی خودمونو. ببینید سازهای سنتی ما و موسیقی سنتی ما، خب میدونید که واقعا یک چهارم پرده هایی مثل سوری و دیز و اینا داره که واقعا در سازهای دیگر کشورها اینا کمتر دیده میشه. اینا سازهای این نوت ها و این پرده ها اینا چیزهای واقعا شرقی مخصوص کشور ما بیشتر. من به هر حال هیچ موقع نمیخوام بگم خدا نکرده موسیقی های دیگر مثلا موسیقی غربی قشنگ نیست. واقعا بعضی آهنگا من خودم به هر حال زبان انگلیسی بلدم و بعضی آهنگای خارجی رو که گوش میکنیم واقعا لذت میبریم، ولی خب اون مخصوص به کشور خودش هست و اون آهنگ رو واقعا اون کشور خودش بیشتر باید اون آهنگ رو تقویت کنه، ولی ما هم باید موسیقی سنتی خودمون رو تقویت کنیم و نذاریم این موسیقی از بین بره. همونطوری که ما میخوایم فرهنگ فارسی رو حفظ کنیم، زبان فارسی رو حفظ کنیم، باید موسیقی سنتیمون هم حفظ کنیم. خب چیزی که من میخواستم شروع کنم برای موضوع این بود که من قصدم این بود یه مقداری دستگاه‌های ایرانی رو ساز نی توضیح بدم، ولی گفتم به حالی که 2 تا برنامه در زمینه خود موسیقی و ارتباطش با روانشناسی صحبت کنیم که واقعا الان روانشناسای ما دارن از طریق موسیقی واقعا روان درمانی میکنن به جای دارو یا در کنار دارو. پس ما اینو باید خیلی جدی بگیریم. من توصیهم اینه که بچه هامونو در کنار درس، ورزش و موسیقی هم حتما در کنارش به بچه هامون آموزش بدیم که وقتشون رو خیلی پر میکنه و نمیذاره برن به مسیرهای بیخود و وقتشون رو به بطالت بگذرونن. حالا شاید بگن دوستان که به هر حال کلاس‌های موسیقی مقداری هزینه‌اش زیاده. ببینید اینقدر الان آموزش‌های موسیقی در اینترنت هست که واقعا اگر کسی هم از نظر مالی نتونه که بره کلاس‌های موسیقی، واقعا در این اینترنت میتونه راحت اساتید بزرگی تدریس کردن، درس دادن، اونجا واقعا میشه تمرین کرد. حالا یه سری کلاس‌های رفع اشکال و حضوری برن و این کار رو انجام بدن. در زمینی که من همیشه اعتقادم اینه موسیقی غذای روحه، به خاطر اینه که ببینید ما یک سری هستن که موسیقی های اصیل و سنتی و قدیمی دوست دارن که واقعا تکرار نشدنی هست. حتی دوستانی که یه مقداری مذهبی تر هستن و یه مقداری ساز و آلت های موسیقی رو به هر حال قبول ندارن، بازم اونا موسیقی دوست دارن. مداحی موسیقیه. مگر مداحی چرا انقدر مداحی الان طرفدار داره؟ مخصوصا مداحای جدیدمون که الان میخونن رو ردیف و دستگاه میخونن و میبینید چقدر طرفدار دارن و چقدر دارن دوستان خوششون میاد. واقعا تو ماهای محرم اینا لذت میبرن همه دوستان. حالا اون آهنگ‌های قدیمی و اون آهنگسازهای قدیمی ما که واقعا اینا خدا کنه تکرار بشه، تکرار نشدنی هستن، اینا مگه میشه فراموش کنه کسی اینها رو؟ ببینید من الان دوست عزیزم استاد بزرگم گلپاکت عمرشو داد، خدا رحمتش کنه. واقعا ایشون هنوز ترانه هاشو وقتی میخونی انگار کن دیروز خونده شده این ترانه ها. من یه قسمتی از ترانه موی سفیدشو تقدیم میکنم، جسارتم ببخشید. موی سپید و توی آینه دیدم، آهی بلند از ته دل کشیدم، تا زیر لب شکوه کردم آغاز، عقل هیم زد که خودت را نباز، عشق باید پا در میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه.
عشق باید پا در میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. ببینید این آهنگ در دستگاه شور ساخته شده. علاوه بر زیبایی خوانندگی استاد، شعرش رو ببینید چقدر جالبه. برای یک فرد میان سالی که موش سفید شده و یک مقدار شاید ناراحت شده میگه اشکالی نداره، موش سفید رو تو آینه دیدم و اینا. آخرش میگه عشق باید پا در میونی کنه. به هر حال یعنی یک زندگی رو کاملا توی شعر گفته. مگه میشه کسی این دوست نداشته باشه این موسیقی رو؟ حالا ما در زمینه حتی موسیقی اسلامی در مداحی، خب ببینید مداحی واقعا بعضیشون واقعا زیبا میخونن. ببینید الان من یک مداحی رو حالا خیلی دوست دارم، حالا اگه حضور ذهن داشته باشم براتون بخونم. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی، نگیرم من از تو سراغی، چه فراقی چه فراقی، دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و دارم میمیرم. حالا ببخشید من کامل متنشو برسم، ولی ببینید خب چقدر زیبا واقعا موسیقی اسلامی. پس همه موسیقی رو دوست دارم. موسیقی غذای روحه، کسی نمیتونه بگه آقا من موسیقی دوست ندارم. خب یک بخشی بود که حالا من یه توضیحاتی دادم براتون. ببینید من نه موسیقی دانم و نه روانشناس هستم. من میتونم بگم منو به یک نگاه یک بیمار نگاه کنید، یک بیمار موسیقی و یک بیمار روانشناسی. کسی که درد کشیده، کسی که بیمار هست درد رو بهتر از یک پزشک میدونه. کسی که تو این روزگار افسردگی میگیره شاید از یه نفر که پزشکی و افسردگی نداره بیشتر اونو حس میکنه، چون اونو درک کرده. کسی که دستش درد میکنه با کسی که دستش درد نمیکنه اون درد رو حس کرده. میدونی چیه؟ پس منم میخوام که در این برنامه برای شما دوستان به زبان ساده از چشم یک هنرجو موسیقی که در میانه راه هست و کسی که از زندگی شهرنشینی، از داشتن بچه، از نگرانی برای بچه ها نگرانه، بخوایم این صحبت ها رو بکنیم با هم دیگه شیر کنیم که واقعا بتونیم به یه راه حلی برسیم و بتونه این مثمر ثمر باشه. حالا در کنار این من حالا میگم در ادامه برنامه سعی میکنم حالا یه مقداری بحث تخصصی کنم رو ساز نی، یه مقداری دستگاه ها رو ساز نی هم به صورت خیلی در سطح مبتدی و میانه صحبت کنم، چون متاسفانه من سالها دستگاه های موسیقی برام سوال بود و کلاس هم که میرفتم خب بیشتر نوت‌خوانی و این چیزها بود. دوست داشتم یه مقداری، میگم من که نمیخواستم برم تو گروه ارکستر کار کنم، که دوست داشتم یه مقداری دستگاه ها رو برای دل خودم، برای 2-3 نفر دوست نشستیم نی بزنم بخونم یاد بگیرم، که سعی می‌کنم برای کسایی که میخوان موسیقی رو به صورت گوشی یاد بگیرن، شنیداری که بهترین روشش هم هست واقعا یاد بگیرن، دستگاه‌های موسیقی رو دوستان هم از نظر آوازی هم از در روی تار و ستار توضیح دادن اساتیدی که اسم بردم و من هم روی نی سعی میکنم به صورت خیلی ساده جایگاه‌های این دستگاه رو روی نوعی توضیح بدم براتون در ایشالان در برنامه‌های بعدی. گفتم یه درددلی کرده باشیم با شما عزیزان در مورد موسیقی و اینکه موسیقی ما داره فراموش میشه و واقعا باید اینو دوباره زنده کنیم. چیزی که من میگم یه نکته دیگه هم دوست داشتم بگم، موسیقی، حالا شاید بعضی از دوستان بگن آقا شما مثلا بخواید برگردی به عقب در مورد موسیقی، ولی اینطوری نیست. ببینید شما یک چیز اصیله،
یک مثلا یک کوزه قدیمی اصیله، این اصالتش هر چی بمونه بیشتر میشه. موسیقی سنتی ما هم اون اصالت و اون شعرهایی که قدیم گفته شده بودن اینا اصیلن، فراموش نمیشن. مثال میزنم براتون، ببینید این شعر شد خزان، ببینید مال چند سال پیشه، هنوزم آدم کیف میکنه. ببینید شد خزان گلشن آشنایی، باز هم آتش زد به جان جدایی. عمر من ای گل ته شد بهر تو، از تو ندیدم جز بدعهدی و بی وفایی. ببینید چقدر زیبا، همایون، دستگاه همایون. خب پس ما نمیتونیم بگیم آقا ما برگشت بله موسیقی های جدید مدرن واقعا خوبه، آدم با تکنولوژی پیشرفت بکنه، ولی موسیقی سنتیمون نباید فراموش کنیم و اینو باید حفظ کنیم. به مثالی که بزنم براتون، ببینید قدیم مثلا میگفتن آقا بچه کجایی، ما میگفتیم بچه شهریم، بچه نمیدونم پایتختیم، بچه فلانیم، یعنی دوست داشتیم بگیم بچه. ولی الان همه دوست دارن یه ویلای، باقی جایی بگیرن برن از شهر بیرون. یعنی واقعا اگر خیلی کار نداشته باشن تو شهرها، مثلا جمع میکنن میرن تو روستا زندگی میکنن. الان انسان به این رو رسیده، الان دیگه رسیده به این که آقا زندگی ماشینی و شهری، ترافیک و آلودگی داره انسان از بین میبره. دوباره باید برگردیم به اصل خودمون، یعنی برگردیم واقعا تو محیطایی که آزاد باشه، هوای خوب باشه، میوه‌های ارگانیک باشه. موسیقی هم همینه، ما باید برگردیم به اون اصالت موسیقی. واقعا این چیزایی که من میگم میدونم که حرف خیلی از عزیزان هست و انشالله که ما بتونیم استفاده کنیم و بتونیم یک قدمی رو در راه پیشرفت موسیقی سنتیمون برداریم و بچه هامون هم آموزش بدیم که ذائقه موسیقیایشون خراب نشه و از بین نره. مثل همون که میخوایم فرهنگ فارسی رو حفظ کنیم، موسیقیمون هم حفظ کنیم. و واقعا خیلی ممنون که به حرفای من گوش کردید و انشالله که اگر صحبتی، کامنتی، نظری، چیزی بود که بتونیم این راه رو ادامه بدیم با هم دیگه، ممنون میشم ازتون. با تشکر از شما.